Salam, salam. Xush kelibsiz. Güzel müzik. Salam, salam. Xush kelibsiz. Say like assalamu alaikum سیمیا в Петербурге. و علیکم السلام. ای خواهره که مو سوزی نغزی سلامتیات خوبه کارکات سوزن خوش اومدی خواهر جان عزیز کودک بچه که سوزه الحمدلله سوزیم خدا بشکر خواهره که عزیز خدا که سوز نه سلامتیات خوب اصلا نه دگجویی بدرکی کم نموشیده ای در تپوش دلنوزه شکر رحمت اپا جون خداوند همه وقت سوز باشه خواهره که خدا به همین جایم کو اپا جون نمیتوی کو به خدا سلامتی سوز باشه مایلی نه که نمیبینیم در یگون افیر نیستی در افیر من نه در یگون افیر نمیبینیم چند قشین یا من کم نموشتم یا شما شکرانه الله اپا خوجان کلی نه به فکرم بو که افیر زنکی دیگه افیر مردکو دا نمیدوری اکا افیر ما مردکی هم چورم لایک موندم بهترین خوش اومدی خواهر جون ولی سوز نه کودککات سوزه نینیککت سوزه کلوشتی نه پجون صدقه سرت کلیتیم خواهرکی عزیز که قندم سوز نه سلامتیات خوب یا بار دیگه خوش آمدین ای دیلیرم افیر داره سبحان الله مایرانه یک داروی سردرد بخورن اپای کزن آوازی مکرون مایده کلید اومد
شما که نکنید یعنی نوع گوش کنم برای زندگی یوان چی فهمید از زندگی بخیردی میشه به فکر هیچ کم گوش نمیکنه اگه نمیاندستم هیچ کم نمیگره رد شده پرسیدنس کار برآمدم در دور افران زیاده خونه کازانتری بخیر دیگرم کارتون بالان کردی اگر بیاد یازدهم و السلام علیکم خواتین سلامتی سازه سلامتی سازه رئیس رجاء بشوف معنا هكذا زمان خواهرک ما سوزه سابرینا خدا باشگر سوزه که نام تایا سوزی دختر سوزن سوزه که الحمدلله سوز ولی جو خدا که سوز فرزنده کد خوبان اپا جان پاوزه کنی دیگه سلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدید و درک عزیز سوز سلامتیات خوب کورکود سوزن اپا جان کجا شدین همین جایم پریویت ماتیو پریویت بавария добро пожаловать Матио.
سلام و علیکم سلام دیم خوش آمدین بپدلگ کگالی من نمیارم
خیلی پجان ادمین آمدم سلامی مرا رسونید. خوش آمده. کسی کار داره پای کار شما. رحمت الله برای تشریفاتون منت دارم. خوش باشه. شکرانه الله. ساز من پای کزن مهر مادر پای کزن سازه خودیم انشالله. مهر مادر خوش آمده. سازی خواهرم ساز رحمت. خوش آمده دادر جان. صدای شهرت جان. یک تا کلوچ زینب جان. تمام کردیم. ملادیس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش اومدی خواهرک قندم. سوز نه سلامتیت سوزن دخترکت سوزن. خوش اومدی. سلام و علیکم السلام. بس خوش اومدی دادر جون.
رحمت اپا جان، من الحمدلله شما سوزین خواهر جان، من سوزن خداوند همیشه سوز باشن. الحمدلله خواهرک قندم سوزیم، همه کسا سوزیم. خدا بشکر، خدا کت سوز، فرزنده کت خوبن و خیلی اهل بیت همه کسا خوبن. بعد شبین رفتم همه کسا شبین گرد نیست تو در جون. بعد افیری شما که یازده لک سلام بچه جان و علیکم السلام. بچه جان سوزی نغزی سلامتیت خوبه کارکات سوزن خوش آمدی. شکر چی به هیچ کن نیست ای مردم کجوده باشن نمیدونم کجوده باشن. با ما اومدم خوش آمدی خواهرک قنده ماما سوزین بابا جان دیگه مرم روز دیگه به آواز کدبدم یاد سه کس درومه به آواز کدم کار دارم یاد سه کس هم برو اومده حوزی همه افیر داره آخی دیله افیر داره دورای وطن افیر داره با کیا افیر داره با هم شنوسو کدمی دیگه ایستادم گفتم نکنم آخه نمیشم من ساعتم کم موندگه گفتم بکنم اکه دیگه مومد در خونه امیشکه امیشکه تای صدای شورا جون دادر جون سیلکه در بالا удалитش که دادر جون удалит کده چو کستی کت امیشکه چو کستی کت امیشکه امیشکه چیکار کده خواهری مرا کی بچه جون او کلین اون چی گفته خواهری مرا چی شورا دکه подпишитесь на меня یک نقطه میگه شورا دادر جان نمیجه هستی اینه خواهرمون اپا جانت شیده شما رو بدونید دستگیری که من بچه اکودور اپا جان من بچه اکودور بچه چی؟ بچه اکودور چیه؟ اکودورش نفهمیدون دادر جان کلینیت گیزاله های خاکی خیلی کلینه ما میبزیم گیزالگی های خودشت دیده اولی گیزالگی خودشت دیده خواهرام خفه نکنه کلینه بگو او چقدر پوش خفه میکنه
بزرگ. با روسی چیز ایشه گفت من نفهمیدم. سلکتونم مون میگه مست شمومه. صدای شهرت کو بدر اومدم بشه ما بعد افیرم با میدارم دستگیرید میکنم. شهرت اکا موندم کامنتاری لایک ابونه شوی. سوزین سویتی خواهرک عزیز خوش اومدی. خدا کت سوز نه سلامتیات خوبه کارکات سوزن همه کسا عزیزان دلم خوش اومدی. کسی نونی گرم فرش مرحمت با شکر و قرطوش. ساز اپا خداوند همه وقت ساز باشه. اپا من شما به هستم کیده میگویی نه همی جایم. صدای شورت من دم ابونه شو لایک کمین من هم شما ده ابونه شوم روچنه ربات خوب انشالله یک نقطه میگه. سلام علیکم چرا از گفته حق میترسین و سلام خوش آمدید دو درک عزیز. سوز نه سلامتیات خوبه کارکات سوزن انشالله همه کسا سوزن خوبین چرا از گفته حق میترسین گفته الحمدلله همه کسا خوب هستین. ماما خفه نشه با و علیکم سلام خوش آمدین دادر جون. یک نقطه میگه که خوش باشی چرا از گفته حق میترسی گفته کلوچ اینا کلید صدقه سرتون کلید کدام اینا کلید در کار مرحمت سخن کنید. براتشکا میگه که زهر سو میچکد سگ بر سری رو از به میچکد. براتشکا میگن که زهر سو میچکد سگ بر سری رو نظر بر سکون رو سوی الله. یک نقطه میگه ماشاءالله بهترین سخن این موما سری فرزند رفت کن. سلام علیکم صدای جوانی
برابر نمیکنیم. این سگا جکیدن میگیرن آدم براش رفتن میگیرد. بله بهترین سخن خواهرک عزیز میگه که مطوای چی هست که مطوای کمپی مطو میگه سگ میگه که قربون براش میرود. برای ما اهمیت دادن در کنید. اگر هر یک سخن هر یک چی را گفتیم مگر اینم خیلی میگریختن. ندیدم نمیدونم نفهمیدم. مومد جوشید. مومد این همی جای کود کده مومد همی بی با چند مومد داری من نفهمیدم. همی افیر همه را مومد میگوید تا مومد داشتی روش هیچکی جوشیده اینه. خدای بزرگ. سه کسی نه همه کسا میگم خیلی خدا همه کسا شوید. یک نقطه مومد بچه جان صدای شورت و بونه شدم. صدای شورت و در جان نه خواهرک منم آبونه تون شده بودرین شما دستگیریش کنید. بابا جانم این که کانالی مرم ترجمه به ایوی کینولر خوش آمده. ترجمه به ایوی کینولر خوش کلابسız. خدای بزرگ. لایک فراموش نکنین دوستان عزیز. کسی که لایک زیر نکرده است مرحمت لایک کنند. در وقت افیرا زنگم میزنن میگم امید تیلی ویرونم بشکنه. به خدا مرم این اقدام خود میشم. وقتی افیر میگم زنگ میزنن افیر نکنی یک کس رو خود نمیکنم. کلی در کوره مرحمت سخن کنین. ایمرم هم خیلی دو در جان من تلفنم کلیته هم قش زدم که پشتش نه دل داره نه جگر دیگه. نه که به همی با یوتیوب پیش بردیست. آخه پسیخیام هم میخیزونه به خدا. تو میرس به یکون چی میشه با؟ خدا بیلو کلان گرفته سهرو میرسه ها خسرو دادر جان برم میخوابه. بهار زمین نور چنان برف زده ملایم شیدن. ای به خدا من خسرو به نام الله نشناختم. خسرو جان تو دم ساعت نام تعلیش میکنی سبحان الله. سوزی خسرو جان انا نوحشم در سرم زد. خسرو جان سوز سلامتیات خوب کارکات سازن. خوش آمدی یک بار دیگه. به خدا نمیشناسم نام تعلیش میکنی تیسیز میدونم چند چی داریم که نام تا همش در کانال فقط هم خسرو قطعی میشناسم. یا من نامی دیگه مونده بودی به نزدیکی باید نامی دیگه چون خیلی نام بود که می اومدی. من همی تلمه بهار شینانم تو خیلی کردم اپا نه یادم میبره. سلامت باشه اپا جان. شکر خدا رحمت نوشم در سرم بزن نشناختم تو خیلی نمیگوی که من خسروم.
خداوند شما را هم همچنین دادر جان عزیزم سلامت سربلند باشید، دستگیری میکنی همه افکات. خداوند شما روزی باشه، عمرک دراز کنه، پدر و مادر دایت روزی باشه. ما از شما روزی، اپا از شما روزی. میشه تو بهار آیفون نو آیفون باز 12 برم دیگه، آیفون 13 میگیری بهار. سوید سیلکای کانال مون سوید که بود اینجا با سوید برق ای با تیر کمون سوید که بابا جان سوید که سوید گفتم پلیس وچی نکومد چی خونمون ما و پای یک نقطه قونه که اولی ینگتون کی بدنش نامعلومه. اوخی زن دو دبدم یا ماه پیشکی کو ماما ساعت 22:00 افیر بیو. بابا جان میگه کار که همین خواهم افیر رو قباب کن خطی همو امیشکر بابا جان سوید گفتم با خدا سوید بینه گومدم. نمیشه پاو خیلیوش نتین مدن آخه خودت گفتی من چی میدونم مدنی ما جنگ کنی بیوم میگه یک نقطه دست است. بابا جون دوجه سوید نیستگی کو سوید سیلکه کانال مون نیسونده ای برای هم میگم که خواه کدام پلیس ویچی نک خونمون اومد سیلکه کانال تمون نیو پلیس ویتا برو. ماما تصور داده چی با ماما گفتم آخه ای کی میترسه ای کلین آخه ای میترسه میگم برای کی میگم کلین جان کنی بیا میگه این خدای ماما شد چی خونشون همه ماما سوید بود کی بود همون را میگم سوید بود من به خدا سوید نیستی من گفتم پلیس سوید بینه گمده کاری خدا بگی دیگه قطعی ینگم آخه ایهوز پشتیش گرفته استی یک نقطه میگه دوره وطن خوش آمدی با کروکده با جوشیره شما چی گفتین من نفهمیدم بروسی بروسی گو که قوطه میکنم خب چرا پسر اینجا
Czy można sztatywa چیکار میکنی؟ za telefon zaraz czy میشه به نسوزوس به از یادم بس نک میغلطونی اپا جان خوش آمدین بابا جون میگه ماما شما را میگم بابا جون میگه چخیل نفهمیدی که در تلفن قطیش تاجیکی گپ میزنی همو را بگو اکم کار بوتا نمیدونه روسی را اوچه ایشه جون سوزن خوبه خوش آمدین اوچه ایشه جون یا گومدو بیدرک اوچه ایشه جون پیویز کو بیشیدی پیویز آخه من روسی را سوز نمیدونم بابا جون میگه با قطیش چیگر میزنی اگر روسی را نمیدونی بابا جون بیاد ما یا احوال پسی کنم که کلینی ما قطیش چیگر میزنی روسی را ندونیم بابا جون سهری در اومدیم در جو بودی احوال پرسی کردیم سلام علیک کردیم خوب بودی تو در جو بودی توکل به خدا گمیزه سوز به خدا با میفهمین یک دیگر توکل به خداش که این خیلی باشه اگه بابا پشتی گپ زنی و چت غیبت نکنی مرا غیبت کنی در پیشش های روسی گپ زدی سم گفته پگودا چخیله جدا پجون راستی نه برفای نه بارونه نمی خنک اینی که هوا افتوای اینی که خنک پگودا خره پگودا بهترین اینه که کمک خنک گفتی گپای
بابا جون که پگود خره. ما دا کم کم برفه. ما اوقات ما کدام گرون بوگر نیست خواهر جون دارم اوقات کدیسه ما کم کم ما دا کم کم برف اومد با من شد رسیم خوش آمده 13 لایک زنده باش خواهرک قندم ساز نه سلامتیات خوب کراکات سازن کودککات خوبن خدا کدام شهر دهین چرا از گفته حق میترسی علیکم سلام چرا از گفته حق میترسی گفته مسکوه ده یک نقطه مرا یلا گپ زدستم یلا اوقات نکده استم هم نام خودستم هم اوقات کدستم و علیکم سلام خوش آمدی رسوم نسیزین اگه توشکی خدمانه میدونم باید چی نویسته نزین زین چی نویسته که یک نقطه نترسین نویسونده نزین زین ما همه مسکوه دا بودیم 20 روز زیادتر شد پد مسکوه اومدیم چی به آدم نیست یگان کس افیر دوره؟ دوره وطیر داشته میدونم کشت نکشتش دیگه بیدرک شد یگان بار افیر میخواه دو آدم سه آدم نبود خدا شکر آدمش بسیار بود من اینم کار میدونم برای گشیر چی میگن برای گشیر شما سازی اپا ها الحمدلله ما سازیم خدا بشکر من یک ساز زیادتر بدم من 3 ساز شید
مسکات پگودش زمستانش گرمتر نسبت دیگر جاهاش همیش زور یک نقطه میگه. الحمدلله ما نیز نقص یک نقطه میگه. یک کنکورسی حلال کنم اعلان کنید. گپ نیست خواهر جان، چی بنید گپ زن بنویس تازه ما میخونم اعلان میکنم رنگ کنکورسی پیشتره. گپ نیست خواهر که پس تو بنویس ساعت و وقت و منوت و دقیقه و چی میکنیم من یک منوت اعلانش میکنم. آدم هم نیست میگم که چی به امروز با خدای فیرما یکون بار خیلی دو آدم و سه آدم نبود. خیلی خدا با شکر کم بود تغم نینی. ها دودر جان یک نقطه مگه رسیم نبیره جان کوفته یافتم مهر ما و خدا رنگی میبید در تاجیکستان یادم برام از سویده گیرون کردم. مرم یک اتیورکت خواهر گجوشی کوفته را سوختیم پختیم سوز نه سلامتی خوب کراکات سوزن فرزندکات خوبن. سلام و علیکم السلام پروگرامیست دودر جان سوز نه سلامتی خوب کراکات سوزن خوش آمدی. بیبی مرا شکار مینی ما دختری با دوب از پشت نگرد رسیم میگه. افیر تکشتی کیر دوره وطن فای تو بس من موندم کو سلام علیک تاجیک میدیا و علیکم السلام خوش آمدید دودر جان سازی نغزی سلامتیت خوبن.